من کودکم نیستم، بیعقلم نیستم که چیکار کردن من ندانم. هم توی دادرم بود قد خشت برم رقص کشته بودن. هم کم دشمنی گرفته سیانکار فریده دیگه در توی مرقفمون هم رقص نکنیم. خب گفتی طرزی گپزنی های دخترک برادرای عزیز توی خشت هاورشون هر یک کدای ما باید خرسندی کنیم، رقص بازی کنیم. کومونیم بینیم که رقصاشا کوچتری رقص میکنن. خاصیات زنان لباس دارن گفت پیغمبر، لباساشون رو میپوشن، چیزی از لباس هست همشون میپوشن آریات، لیکن لباسی میپوشن که بدنشون ای همین توی رقص که ایسی کسافت و ای تو در توی خشت هاور دیخلی کده ایسی که با فکرم در بیگونه لباس پارتا پولی میروری پات خری سایچو همین تیم و چه خرباری رقص داری و قپیر خر پل چسبونیست. ای بنا میدونیم سر و فرمای تربی اگر ما با جای سوی بیتوی میشدم در سری تلینچه رو میکشیدم راست میدونیم گیجو میبردم یا یکی یا چور طول آدم میشه وقتی که 15 روزه گرفتیم. چخالی پلیترا چخالی پلیترا بخدا فکری و چگی تنم بکنم مثلا من ویران کنه حالی من یام نتیگر. سلام علیکم برادرای عزیز، همه ما خیلی میدونیم ماه شریفی رمضان و این کثافت دیدین در این ماه مبارک به سوی مادرش دست میبرد و مادرش زدنی میشود. مرا گوش که حرام مادری که تو را شبی درست خواب نکرد سینه دوتد و سینش دست میبرداری کثافت. مادری که یه لقمه شیرین نخورد تو را داده به ناموس در این ماه مبارک نخورد تو به سوی مادر دست برداری حیوان. خداوند پروردگارم خیلی شلت کنه که راه گشته نتونی به قدر مادر برسی، به مادر بگی بیا مرا اوقات بده، به مادر بگی بیا سری مرا بشو، به میفهمی قدر مادرای به ناموس. اگر همین مادر میدونست که تو همیشه سگری به ناموسی کثافت آقی پدر میشی ایت را تولد نمیکرد. فهمیدی؟ به ناموس تو به همیشه این بچه ما گیره داره گودک بودی دیوز. یا چیزی به مزه میافت تو را میداد کثافت. پروردگار این ولیدت کنه. خداوند در این ماه مبارک دعا میکنیم که پروردگار وقتی خوشا نبینی صاحب فرزند نشی به ناموس، که به قدر مادر برسی کثافت حرام. انشالله تو صاحب فرزند شای فرزندت میبینی. بمر به همه روزت مادر چیزی هست بسینش دست برداری و این مادر پاتی حرام مادر اگر این همه حالی تو را ماشین بزنه در دمی مرگ باشی مادر میسوزه بالای جای نماز میره دستینی بالا میبرداره میگه ای پروردگار فرزندی مرا شفا بده با دوستت میداره تو فرزندی. کثافت حرام.